پیدا کردی؟ نه تا هنوز پیدا نکردیم. امروز هم از همون خاطر لایف آمدم که پیدا نشدم. من صبحی که از خواب بیدار شدم کل جای چک کردم و تو آدمی که مثلا 100% باشه نیست. کلگیشون یک دقیقه مثلا میگن که اینم یاد کلگیش نمیجا میگنن. من خودم پختم مجرد شوی باید خودش پشتت بیایه. حالا شوی چی تو بفهمه که من در کدام گوشگه کفتیدگیستم؟ شوی چی تو بفهمه که من کدام گوشگه شیشتگیستم؟ اینجا افغانستان نیست همسایه ما بفهمه در خانه از این دختر کلان از جوان است. اینجا افغانستان نیست. حالا شوی از کجا پشت ما بیایه؟ روی خانه ما از کجا پیدا کنه؟ ما بگویم که ما بیایه، ما بفهمه که من مجرد هستم، بفهمه که من شوی میکنم بیایه. اینجا امریکاست، در کس سر کس آمدن میتونه که تو میگه شوی باید پشتش خودش باید پشت تو بیایه. لندن بیا. خیلی پشت ما چی تو آمد؟ پشت شما قسم آمد که شما فامیلی رفت آمد داشتین عزیزم. 20 رقم که بچه ها در خانه تان که وقتی فامیلی ها در خانه تان رفت آمد میکرد 20 رقم که از او چلو پلک داشتین. 20 رقم توپی چشمک میزدین. 20 رقم در پشت سر گپ میزدین. 20 رقم میرفتین گراج. بیا بتان کنم. بعد شما میشین سر ما گپ میزدین. اصلا خیلگی رخ شما میکنین. من زنده هستم شکر خدا. اصلا خیلگی را شما میکنین. در خانه در فامیلا جمع میشین کلگیتون دخترکا بچه‌کاش بین هم جور میرن در گراج، میرن در اینجا، میرن در اونجا. بگویمتان اینجا دیگه شی از کجا بیه؟ دی دشت بیابان. باش که ما بگویم که شی بیایه بفهمه که من نمیجا هستم صدقه تان شم. ما قشلاق افتیدیم و خودم نمیدارم کجاستم. او بلیاز خدا شوی کار دارم مجبور شوی کنم. پدرم نیست مادرم نیست اینجا کسر زبانش نمیفهمم. زبان مرا یا نمیفهمن. آخر من چی کار کنم؟ از کدام قوم میخوای شوهر کنی؟ من خودم بی قوم هستم. قوم به من مهم نیست. بدون قوم من شوی میگیرم. در قوم شوی کار ندارم که قومش چی است. هیچ کار ندارم. گراج نه ببخش از ما در افغانستان گراج نداشتیم. ما که بود خانه ما پرده و از دیوالکا دیوال هم نداشتیم. از ما که بود ایده بود. عزیزم شما تجربه را دارین، ما تجربه را نداریم. ببخشینا سالن گم شو. مجبور با آقایم بگیرم. خودت چی کنی که مرا با آقایت میگیری؟ خودت سوتا مجرد امیال پشت زن میموری. زن بعد میمره که دا آقایش میگیره. از شرم زمانه گپا میزنی. اگر توی قدر در سر دلت سنگ بان بگو ما زن میگیرم، زن میخوایم. اینم تو مثل ما با جرأت شین بیان بگین ما تصمیم گرفتم ازدواج کنم. اینه تو بگوین در مامایم میگیرم. ما خودت چی کنی که در مامایت میگیری؟ تو بدرنگ را کس نمیگیره. چرا کس نمیگیره؟ چرا؟ ما دیگه زن میخوایم. آفرین بچه ها دیگه از این بعد بچه از این بعد یک کمه که یک سنگ کلانه به سر سینتان بانین. دخترها بچه ها اگر میخواین مجرد نمانین، از این دنیا مجرد نرین، یک سنگ کلانه به دلتان بانین. بگوین که من شوی میخوایم نگوین. بگوین که من عروسی میخوایم. بگوین که من ازدواج میکنم. بگوین که من سنت پیغمبری را به جای میارم. این که هست در بین مردم شرم نیست. باز اگر بگوین که من دلم میشه عروسی کنم شوی کنم، بازی از نظر ما شما خیلی بد است. اینا میدانین؟ بگو نه عزیزم من تصمیم گرفتم ازدواج کنم، سنت پیغمبری را بجای کنم و من میخوایم که تشکیل خانواده بدم. با یا اصلا عیب نیست. باز وقتی که یک نفر بگه که من تصمیم گرفتم عروسی کنم و جوری خودم پیدا کردم، بچه میگه از تو که در بیروی، از تو که در فلان پیدا نمیشه. چرا باید دیگه پا نباشه.
میلاد اگه یک دانه چیچه شیر نزدی خداوند کل عمر دونم تو مجرد تو مویات سفید شود دندانات سیاه شود. اگر موتر داری لایک کنین بچه ها، لایک نمیکنین. خب 600 نفر از لایک نمیکنین. لایک کنین بچه ها، اگه نی کامنتار آف میکنم. یا لایک کنین، لایک هم بکنین، کامنت هم کنین، اگه نی باز کامنتار آف میکنم بچه ها. او میلاد خیانتکار، من در کانادا زندگی میکنم. از من امریکا نیست، من امریکا هستم، در کانادا نیستم. گناه تو نیست، خارج همه رو روانی میکنه. دقیقاً که تو روانیستی نمیاله، میفهمی ایرا؟ من شکر زن دارم. برو گم شو میلاد. زن دارا در لایف من ممنوع است. نبیه زن دارا ممنوع، زن دارا ممنوع، زن دارا ممنوع، زن دارا ممنوع. یکی گفته طلاقی. تو خبر داشتی که من 3 تا شوی داشتم طلاق کردیم؟ تو خبر داشتی؟ به خدا خواهرتم همراهیم بود. مقصد فکرت باشه وقتی که من محکمه میرفتم شاهدیم خوار تو بود. مقصد اونو مرم که خود برده بودم برای خود شاهد پیدا کرده بودم. مجردا بیاین متحلا برین، مجرد بیاین متحل پس برین. اینی گپ. لایک 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 لایک. برو بچه اگر لایک نکردین به خدا اگر کامنت دیگه کامنتاتون برو آف میکنم. لایک نکردین دیگه. خب تا 50,000 نشه اگر دیگه باز کنم. دلتان شتین دلتان. خب یک مسئله بسیار 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 اساس نه پیشترم که گفتم نه. ما مردم افغانستان باور کنین قسمی هستیم که مثلا یک دختر یک بچه اگر بگوید در فامیل رفته بگوید که ما پدر میخوایم عروسی کنم، با او هیچ کدام گپ نیسته. بعد از او باز میرن خانه به خانه برای از او دختر میپالن. دختر مقبول، دختر خوش اخلاق، دختر خوش اندام، دختر خوش برخورد، دختری که افته و محته و ندیدگی باشه. این قسم هستن. باز اگر یک دختر مثلا میگه که من ازدواج میکنم، از او که دختر بی حیا، از او که دختر بی حیثیت، از او که دختر بد، از او که دختر مردار پیدا نمیشه در دنیا. چرا؟ وقتی که شما میگین قانونا باید یک رنگ باشه، کل انسان ها یک رنگ دیده میتونیم، زن و مرد باید یک رنگ باشه، پس چرا خواسته ها فرق میکنن؟ وقتی یک مرد میایه میگه من عروسی میکنم، با او میرین خوشگل ترین دختر رو میپالین. وقتی یک دختر میگه من عروسی میکنم، بعد شما با او بدترین کلمات استفاده میکنید. چرا؟ امی هستنه غیرت افغانی ما نمیسته که فقط کل غیرت کل دنیا دما افغانا فقط سر اینمی زنا آمده. اتدو که من نمیگم که زنا باید دیگه از شته براین، نمیگم که زنا دیگه باید از شته برای و بسیار دیگه خود د آسمان فکر کنه. هر کس نظر به اندازش، نظر به اونمو جاگزینش. اما جبگک که میندازه نظر به اونم جبگک باید خودش باشه. ولکم پرویز. چی زنش چی مردش. و ما این ویدیو را به خاطر از این ماندیم که ببینیم نظریات ما افغانا در مورد ما چی است. در مورد یک دختر افغانی که بخواه مستقیما بدون ترس مرس، بدون از اینکه پشت پرده گپا را کنه، کارا را کنه، به مستقیم بگویه، مستقیم پیدا شوه، ببینیم که نظریات مردم در این مورد چی است. و حال به این نتیجه رسیدم که یک دختر افغان هیچ وقت نمیتونه که خواست عروسی داشته باشه. هیچ وقت نمیتونه که بگویه که من میخوایم ازدواج کنم. هیچ وقت حق زیر به یک دختر نمیتن. و بیشتر از کامنت های جالب از دخترها بود که تو اصلا آبرو عزت داری که در فکر عروسی هستی؟ مگه آبرو عزت شما میده به مردم؟ آبرو عزت هم اگه تو خبر داری از خانه ما که آبرو عزت تو داری یا من دارم؟ اصلا آبرو عزت چی است؟ تو میفهمی؟ تو نمیفهمی اصلا. دوستان اگه تان سفر لایک کنم، لایک کاکم بالا برای باش خودم لایک کنم، شما لایک نکردین. من نمیمونین که گپ بزنم. نه شما اگه لایک بکنین که من قصه کرده برم بر شما مجبور 500 نفر 400 نفر در لایک باشه و من خودم لایک کنم قصه ما بکنم. خیرش لایک میکنم قصه میکنم. فهمیدین عزیزای دلم؟ و بیشتر از کامنت ها از دختر خانما بود. و من این ویدیو را به خاطر از این نماندیم پشت شوی مرده باشم. من خودم یک دختر مستقل هستم، خدا را شکر کار میکنم، خدا را شکر همه چیز دارم، نه به خانه پی آفی نفر ضرورت دارم، نه به ماشین برقیش گفته ایرانیا. اما چی خوب است که می نظریات مردم در مورد می گپ یک موضوعی که میشه باید بفهم که در این موضوع مردم چی
چی عکس العمل نشان میده؟ مردم چی گفتنی دارن؟ چی میخواین بگوین؟ و چی برداشت میکنن از این موضوع؟ کلگیتون بچه دبل تاب کن، یک دقیقه در سر صفحه بزنه لطفا. سر صفحه را بزن دیگه دوستا، پلیز مرا آزار نتین. در یک دقیقه پورا میشه. اگر شما بخواین کلگیتون لایک کنین در یک دقیقه پورا میشه. 300 نفر هستین، هر کدام تا سر صفحه را کلیک کنین 3000 در یک دقیقه چی بالا میره. کلگیتون سر صفحه را بزنین. و راستی بیشتر از دختر خانما گپشانی بود که شما دخترای سوشال میدیا، شما دخترای تیک تاکی یا شما دخترای والا در میدیا در هر اپی که باشه فرق نمیکنه که اینستاگرام است، فیسبوک است، کلا نمیتون لایک کرده برین بالا میرسید کردن. بیشتر از خانما من بر خانما زیاد احترام دارم، خصوصا به دختر خانمایی که تحصیل کردند، خصوصا به دختر خانمایی که زحمت کشیدن، به خودشون زندگی و همه چیز مهیا ساختن. اما او دختر خانما هیچ وقت نتونستن که انسان دختر خانمایی که کار میکنن، خودشان مستقل هستن، هیچ وقت نتونستن احساس کنن که اونا هم زندگی را به مفکوری خودشان پیش بردن، به مفکوری خود پیش میبرن، از توان و از کمر خود نان میخورن. منتظر از این نیستن که بیادرشان نان بیاره، پدرشان بیا نان بیاره. اگه یک دختر افغان به خودش نان پیدا کرد، او دختر بد شمرده میشه. چرا؟ اگه یک بچه افغان نان پیدا کنه، زن در خانه باشه فقط بخوره، بگه نه از این که زن خوب دیگه در دنیا پیدا نمیشه که در خانه شیشته نان میخوره. بچه میره بیچاره از صبح 6 بجه کار میکنه، 10 بجه شب به خانه میایه. بعد از 10 بجه شب هم میره آشپزخانه ظرفای زن میشویه. شما تو زن میخواین نه؟ یا زنی را میخواین که 6 بجه صبح تا از خواب بلند شدی، زنت پالو در پالو از خواب بیدار شه، بر چای صبحانه جور کنه، کردیتان برین پشت کار و مکتب خود، درس خود. او تو زن نمیخواین نه؟ باز بگوین نه ای اگه مکتب نرفت کجا رفت؟ اینا یک زنه که شما هر چقدر محکمان بگیرین بیخی در خانم که شما قلف کرده که برین پشت کارتان نه، شما در کار هستین، مصروف هستین، نمیتونین 24 ساعت کمره اینه تو پیش ریتان چی کرده برین که زنم در کدام طرف رفت، آشپزخانه رفت، تشناب رفت، حمام رفت، کالاشی کرد، چی کرد؟ هیچ وقت نمیتونید چک کنین. بیخی که خانهتان کمره بانی، کمره را ریش دور میتون میره کار خدا میکنه. دوستا لایک کنین. 9000 دیگه مونده پورا میشه. بچه 9000 دیگه مونده پورا میشه. 9000 دیگه مونده پورا میشه. کلا سفر لایک کنین. من خودم لایک کنم خیر است. این تو دبل تاب کن. نه دبل تاب. کلاگیتون بچه لایک کنین. کلاگیتون بعد نظریات خدا بتن در مورد زن و دختر افغان. من این حق نمیتونم که در مورد دخترای افغانستان بشینم صحبت کنم. این حق من ندارم. من خاص به خاطر ازی ما ویدیوی خودم ماندیم و این ویدیو را ما یعنی شاید اولین کس ای تو یک ویدیو مانده باشه و حق به خود حق خواسته باشه. من چی کار دارم به خانه پیاف نفر؟ با ما چی؟ اینجا امریکاست. اینجا هر کسی که هر چی داره مربوط خودش میشه، مربوط طرف نمیشه، نه مربوط زن میشه نه مربوط شوی میشه. هر کس به خود کار میکنه، هر کس به خود زندگی میسازه. چی زن شوهر است، چی رفیق است، چی دوست است، چی خور بیادر است، در هر رابطه که باشن هر کس به خود کار میکنه، هر کس سر اونم زندگی در لایف خود میباشه. اینجا کس بیکار نیست، بر کسی وقت اضافه نداره.